السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر قد نکنه که علاقه که خط اینترنتی ما بسیار ضعیف است. پیش از همه برادر در ذهنتان داشته باشه که دموکراتی یک لفظ یونانی است. یک لفظ چی است؟ یونانی. در این لفظ یونانی که دموکراتی، این لفظ مرکب هست. مرکب یعنی که از دو کلمه جمع آوری شدگی است. دموکراتیا از دو کلمه جمع آوری کردگی هستند. دموس کراتوس. دموس کراتوس. دموس با کراتوس جمع کردن معناش کردن دموکراسی. ما و شما میگیم دموکراتی. دموس چی معنا داره؟ کراتوس چی معنا داره؟ این دو لفظ یونانی باید هر یک چه الگ معنا بکنی، جدا معنا بکنی که تا معنایی برای ما و شما واضح شوه، فهمش آسان شوه، هدفش برای ما معلوم شوه. دموس برادرای عزیز به معنای مردم اهل یونان دموس وقتی که به لفظ فارسی ترجمه کنن ترجمهش به معنای چی میشه؟ مردم. خب دموکراتیا را یک لفظش که دموس بوده است ترجمهش فهمیده شد که چی است؟ مردم هم میگن. میریم بالای کراتوس. دموس کراتوس. کراتوس به معنای قانون هم میآید، به معنای قدرت هم میآید. به معنای قانونم و قدرتم. پس از این معنا باید ما راست کنیم. دموس کراتوس، مردم قانون، مردم قوت. ترجمه را خوب متوجه باشه. دموس کراتوس. دموس به معنای مردم، کراتوس به معنای چه است؟ قانون و قاعده را میگن. وقتی که دموس و کراتوس یک جا کردیم ترجمه چی میشه؟ وقتی بعد از مرکب قانونی مردم، یعنی قوتی مردم، فکری مردم، نظریه مردم. در تاجیکستان در درس حقوق دموکراتیا را ترجمه میکنن دمو خلق، کراتیا آزادی. این هم همون معنا را داره، فقط که کم معنایی را که ترجمه میکنن در تاجیکستان پوشیده است. با این مطلب پوشیده است که ما و شما تا جستجو نکنیم نمیتونیم معناش به هدفش برسیم. خب اکثر علما دموکراتیا را عجیب یک تعبیر میکنن. دموکراتیا به معنای چی است؟ حکومتی مردم، توسط مردم، برای مردم. کلمه را آیسته آیسته میگم که تا ذهن نشین شود از ذهن شما، برادر مستقر بگیرد از ذهن تو، خوب قرار بگیره که تکان نخوره مگر آن چیزی که الله بخواه. علما در اصطلاح دموکراتیا را چی میگن؟ حکومت مردم، قانون مردم، توسط مردم، برای مردم. نگاه کنه خوب در این معنا توجه بکنه، خطان سر تو خلاص میشه انشاءالله. در کره دنیا هر کسی که دموکرات یا هر چی که ترجمه میکنه ضرور در ترجمه او، در تشریح تفسیری که بالای همون کلمه میکنه توضیحش میده، یک ربط چی داره در همین معناهای ترجمه لغوی داره. ضرور دمو خلق، کراتیا به معنای قانون و قدرت. هر چی که ترجمه کنی در بالای نمی دو لغت چیکار میکنی؟ میای میچسبی. به همین خاطر ما شما اول بزرگترین چیز سرمایه‌ای چیز خلاص کنیم که دموکراتیا لفظ یونانی است
از دو کلمه مرکب است، دموس کراتوس. دموس به معنای مردم، کراتوس به معنای قانون یا قدرت میگن. علما دموکراتیا را چه ترجمه خوب کردگن؟ حکومت مردم، توسط مردم، برای مردم. با این زمان تطبیقش میتیم. حکومت های کفری، عقل های مردم، عقل های مردم یک قانون اراز کردن برای مردم. عقل های مردم یک قانون اراز کردن برای مردم. این معنای چی شد؟ لغوی و اصطلاحیش است. حالی در این چیز اگر ما و شما ذهن خلاص شد، از برادرها در اینجا من سوال میکنم، کسی که بیاد جواب بگه، تیز جواب بگه، با درس ادامه میتیم. فقط برادری که سه چیز جواب بتید. دموکراسی چه لغت هست؟ ای کدام لغت هست؟ یک. ای چند کلمه مرکب است؟ سوم. معناهاشان چی است و علما او را چی ترجمه میکنن؟ این هر کسی به ترتیب همین سوال را کردیم. اولین سوال همین است که از من بند میکنم، شما جواب بگید. اولین سوال من این همین است برای شما برادر عزیز که دموکراتیا این کدام لغت هست؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر جان با فکرم که از همیچ کردیم کلمه یونانی با فکرم. جزاکم الله خیرا. تشکر. الله جزای خیرت بده، فهم تا بیشتر بگردونه. دوم سوال ما برادر عزیز چی است؟ از چند کلمه این دموکراتیا مرکب است، جمع شدگی است؟ دوم سوال ما جواب بگید. سلام علیکم و رحمت الله. از دو کلمه مرکب است. والله اعلم. جزاک الله خیر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دموس کراتوس دو تا. تشکر. الله جزای خیرت بده. سوم سوال ما برای شما برادرای عزیز همی است که ترجمه های این دو کلمه مرکب ترجمه بکنه اون کس. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ما هم خیلی برادرها جواب دیم. دموس مردم، کراتوس قدرت حکومت. والله اعلم. دموس مردم، کراتوس قانون حکومت قدرت هم خیلی. جزاک الله خیرا. تشکر. الله جزای خیرتون بده. برادر عزیز کی است که جواب میگه که علما چی ترجمه کردن دموکراتی را؟ ترجمه خوب در آخر برای شما گفتم، کی میره گفتم میتونه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این ترجمهش یعنی ترجمه علما اما حکمرانی مردم، یعنی مردم خودش قانون میبره، خودش با قدرت میام، خیلی حکمرانی مردم سر دولت، یعنی مردم حکمرانی قدرت دارم خیلی. والله اعلم. خیلی خوب. مفهوم و مقصد درس برای شما چی است حاصل است. فقط آخر میگم حکومت مردم، توسط مردم، برای مردم. یک بار دیگه باز میگم حکومت مردم، توسط مردم، برای مردم. همین را یک برادر تلفظ کنه، با درس انشالله ادامه میتیم. بهترین ماشاءالله. سلام علیکم و رحمت الله. حکومت مردم، توسط مردم، برای مردم. الله اعلم. جزاک الله خیر. تشکر. جزاک الله. الله برای شما علم نافع میسر نصیب فرماید که توسط این علمتان عالم کفر به این قوانین قواعدی که در دنیا گذاشتگن چیکار کنن پورا بسازه و الله سبحانه و تعالی شما را یک شخص مجاهدی شجاع نصیب فرماید. هر برادر که سوال جواب دادن و هر برادر که شنیدن الله جزای خیر شو بدهد. ادامه درس. حالی اولین قانون دموکراتی را گپ میزنیم. اولین قانون دموکراتی برادرای عزیز، این قانون یهود و نصارا میان اینها بسیار اختلافات بزرگ بود. یهود و نصارا خیلی که امروز مسلمان ها با کفار جنگ دارن، اینمی رقم یهود و نصارا میان خودشان جنگ میکردن. بسیار کشاکشی های کلان کردگی هستند. شما اگر در تاریخ بخونید خونای زیاد ریزاندگی هستند، ناحقی های زیاد کردگی هستند. بعدن میان اینها علماشو جمع شدن و
بزرگاشو جمع شدن صلح اتحاد آوردن در صورتا هم تا اتفاق آوردن. برای اتفاق کردن حاجت داشتن که قوانین راست بکنن که هر کس به مذهب خودش فیصله نکنه، هر کس پس مذهب خودش فیصله کنه باز هم اختلافات و جنگا چیکار میشه؟ برپا میشه. این دو طایفه یهود و نصارا بین خودشان جمع شدن، چیکار کردن؟ قانون راست کردن. هر کس کوشش میکرد که قانون بیشتر اکثر طرف دین خودش باشه، نه که این چیز آنها را به طرف ناکامی میکشید. بنابر همه عقلهاشان اینها پیش کردن. اینها چی گفتن؟ اینها گفتن که ما و شما محتاج هستیم که یک قانون راست کنیم که طبیعت هر دین و هر مذهب برابر باشه، نه که یک از بالا باشه و پایان باشه. اینها کوشش کلانشان این دو جماعت همه بود که اسلام ختم بکنن. بزرگاشان کلاناشان همه را قصد داشتن که اسلام چیکار کنن؟ منهدم بکنن. بعدن اینها گفتن که اسلام یک رویه است که اگر ما هر قواعدی که راست بکنیم او به ما خلاف هسته. به چه خاطر؟ قواعد آنها وحی هسته، قواعد ما و شما عقل هسته. قانون و قاعده او اگر با قانون و قاعده ما تعارض بیا قبول نمیکنن ما و شما را. ما و شما باید مسلمانان را یک کنیم، با خودمان یک جا کنیم، یک مشوره بکنیم. اینها چی کوشش کردن؟ ایرا پیشنهاد کردن که هر آنچه که وحی هست این منفعت خلق نیست، مثلا دست بریدن، سنگسار کردن یا دیگر قانون ها، مثلا که کافر را دعوت بتی قبول نکرد، مثلا جزیه بگی، جزیه که نداد بکشش. این قواعد های هستن که وحی الهی هستن، اینها مخالف هستن. نه؟ اینها چی گفتن؟ اینها گفتن که ما مسلمان ها را یک قسم قانون راست کنیم که در همین چارچوبه قانون ما بند شوند. چی مطلب بند شوند؟ اگر ذره از قانون ما مثلا چیکار کنن؟ ببروین، یعنی در اسلام خودشون عمل بکنن، در اینجا ناکام شوند. اینا پیشنهاد کردن اولین قانون شد که آنچه که وحی هست موافق و مصلحت مردم نیسته، موافق باشه برای هر مردم، همه در این اتفاق بکنه، در این چه هسته؟ مناسب نیسته. بنابر همه بیا ما و شما جمع شیم یک قانون راست کنیم. تمام اونها جمع شدن، آن کتابای وحی بدن، آنها را چیکار کردن؟ یک طرف کردن. هر کس به ذهن خودش، به فهم خودش قوانین و قواعد پیشنهاد میکرد. خوب متوجه شه برادر عزیز که همه جا اینها جمع شدن، قانون اسلام یک طرف گذاشتن، به عقلهاشان قانون و قاعده راست کردن که انسانها موافق بیاین. نگاه کنه کجا یک اشاره بزرگ، یک ضربه کلان کجا زده سن. یعنی که اینها میخوان که قانون قرآن چیکار کنن؟ خاموش بدارن. یک قسم زندگی بکنن که اینها بالای کفار چه حاکم نباشن مسلمان ها. این مفکوره را که پیشنهاد کردن، این ادعای را پیش کردن که این مسئله باید همین قسم شود، با آیات زیادی از قرآن تعارض داره. حکم شرعی شاز ما برای شما بیان میکنیم که اینها قرآن چی قرار دادن؟ یعنی منفعت مردم نیست، موافق مردم فیصله نمیکنه قرآن. یعنی قرآن یک قانونی است که طبیعت همه برابر نمیگیرد. همین به همین خاطر ما یک با عقلمون یک قانون راست میکنیم که او قانون چی باشه؟ برای تمام مردم فایده باشه، کسی در خلاف نباشه. خب گرچه با قرآن و سنت چی باشه؟ خلاف باشه. در حال قرآن او را جواب میده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و من یبتغی غیر الاسلام دینا، کسی که طلب کند غیر اسلام دین را. پیش از امی آیه
این سوره آل عمران آیه 85 است. سوره آل عمران 85. پیش از همین آیه الله سبحانه و تعالی مردم دعوت به سوی ایمان میکنه. در این آیت مردم دعوت به سوی اسلام میکنه. ایمان و اسلام بیاره. ایمان، اسلام، احسان. شما مسلمان ها اسلام بیاره میگم. چی مطلب؟ علامه ابن کثیر یا دیگر تفاسیرها هست، تفسیر منیر، اکثر تفاسیرهای معتبر اسلام چی ترجمه کردن؟ اسلام به معنای توحید، اعتقاد خالص، و یک ترجمه دیگه کردن به معنای چی؟ گذاشتن قانون خداوند، تطبیق دادن قانون خداوند. این تفسیر منیر که 12 جلد است، در اوجا ذکر کردگی است. کسی ترجمهش چی میشه بعد؟ کسی هر کی طلب کند غیر قانون خدا را، هر کی طلب کند یک خدای دیگر را. ترجمه مختلف صاحب تفاسیرات با ترجمه مختلف ترجمه میکنن. یک تفسیر منیر در اینجا لفظ قانون نمیاره. کسی که طلب میکنه غیر قانون اسلام، نتیجهش چی است؟ فلا یقبل من، از او هیچ پذیرفته نمیشود. هر اعمال بکنه بیکار است. هر چی که کوشش بکنه، هر اعمال نیک چی بکنه چی است؟ در خسارت است، بیهوده است. بچه خاطر قرآن میگه و هو فی الاخرة من الخاسرین. او از جمله چیا قرار میگیره؟ زیانکار قرار میگیره. کی؟ شخصی که غیر از اسلام قبول کرد، غیر از قانون خدا را قبول کرد، کسی که عقل خودش پیش برد و قرآن و سنت ترک کرد، کسی که قانون و حدود خداوند را گذاشته، گفت برای مفیدی مردم نیست، برای منفعتی مردم نیست، به خاطر یک کس دستش میبرن، بی دست میشه و پاش میبرن، او را سنگسار میکنن، از دنیا میره و این قانون ها مفاد نیستن. گفتن عقل ها را قبول کردن. آیا طاعت عبادت اینها قبول میشود؟ فلا یقبل من، از او هیچ قبول کردن نمیشود. هر چه عبادت میکنی بیکار است. بچه خاطر قانون اسلام انت نپذیرفتی، عقل تا پیش بردی، قرآن ترک کردی، عقل تا حاکم قرار دادی، سنت ترک کردی. در اینجا عظمت قرآن و سنت بیان داره، بزرگی قرآن و سنت بیان داره، واقعیت قرآن قانون بدنش بیان داره که اینقدر شما باید خوب متوجه باشین که قانون قرآن اینقدر لازم است. اگر شما این را چکا کنه، طلب نکنه، رو بگردانه، بدانه که خطر است در ایمان شما، بدانه که در اعمال، در قبولیت اعمال شما خیلی خطر بزرگ است. حاضر برادران انشالله یک 2 دقیقه بعد باز انشالله داخل میشم. 1-2 دقیقه شما برادر بخشش با صبر کنه، انشالله باز داخل میشم.